در شبکه‌های برقی پنجکین با افتخار روز مادر جمامد باشکوه ایدانه برگزار گردید. این جمامد را راهبر شبکه‌های برقی پنجکین جهانگیر رجبوف حسن آغاز بخشید و در یک فضای تنتنوی از نام راهبریت شبکه همه بانوان و سابقه‌داران ساحه برق را بیشتر از حساب زنان و مادرها بباشند با یک فرح و شادمانی به افتخار روز مادر صمیمانه تبریک و شادباش گفت. مورد ذکر است که در این همایش ایدانه بانوان شهر پنجکین هیئت راهبری از فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق شهر استرافشان نیز شرکت ورزیدند. معاون راهبر فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق شهر استرافشان محمدالله عزیزالله، رئیس کمیته اتفاق کسبه فیلیال انور فولادوف و مدیر شعبه کادرهای فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق شهر استرافشان ارگاش و ضمن سخنرانی‌های خویش از نام راهبریت فیلیال همه بانوان کارمندان شبکه‌های برق پنجکین را با مناسبت روز مادر تبریک و شادباش گفتند و باری دیگر تاکید کردند که امروز نقش و مقام مادر در اساس فرمان دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و هدایت و دستگیری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده خیلی بالا رفته در مقایسه با سالهای پیشین در ساحه برق شماره زنان و دختران سال تا سال بیشتر می شوند. همینطور از نام راهبریت فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر استرافشان و شبکه‌های برق شهر پنجکین با بانوان و سابقه‌داران ساحه برق پنجکین سپاسنامه‌ها و تحفه‌های ایدانه تقدیم گردید که آنها از این توجه و غمخوری عرض سپاس کردند.